رئیس جمهور ما تو رسانه ملی میگه در همه ابعاد ما به لبه تیغ رسیدیم. من به چه دلیل باید ایستادگی کنم؟ ما اول باید رضایت داخلی و مردم خودمون رو داشته باشیم. جامعه ایرانی امروز در مقابل غرب هست. دو تا انتخاب داره، یا جنگ بزرگ یا صلح بزرگ. نمیتونیم در مقابل کشوری که در بین مذاکرات در حال حاضر به ما حمله میکنه ایستادگی نکنیم. ما اول شعار مرگ بر آمریکا رو سر دادیم. ما اول گفتیم شیطان بزرگ آمریکا. فکر کردی الان مثلا ما بیایم دریوری بهشون بگیم اونا بگن قربونتون بریم؟ و چرا روسیه به ما جنگنده نمیده، پدافند هوایی نمیده؟ جمهوری اسلامی شاید بارها تصمیم گرفته روی بازی نشان بده نسبت به غرب، اما اون نتیجه‌ای که باید حاصل نشد. پس چرا 12 روز آسمون کشورش ما در اختیار اسرائیلیا؟ پشت این حقیقت که شما داری میگی 7 ماه 8 ماه بچه مردم سیب زمینی نخورده. شما که سیب زمینی نداری بخوری، سیب زمینی نداری بخوری، چجوری کتاب چاپ کردی؟ این مدال افتخار به شما میدیم عنوان منتقد دولت. ما در میانه یک جنگ جهانی واقعی هستیم. وقتی منازعات رو شما بین روسیه و اوکراین در قالب اروپا میبینید، وقتی مناقشات رو در شرق آسیا بین چین و تایوان میبینید، مسلمه که غرب آسیا با تمام منابعی که داره وضعیت مشخصی داره. از این گردنه هم گذر کردن هزینه داره و انشالله هزینه‌اش